سلام خدمت بچه‌های عزیز، امیدوارم که سالم و سلامت باشید. تو این قسمت از هوش تصویری فضایی میخوام درباره کدها و رمزگشایی‌ها صحبت کنم. بچه‌ها ما دو نوع کدها و رمزگشایی‌ها داریم. یک کدها و رمزگشایی کلامی داریم، یک کدها و رمزگشایی ریاضی داریم، یک کد و رمزگشایی تصویری داریم. خب کاری که باید تو این قسمت کنی و خیلی اهمیت داره اینکه نگاه کنید بچه‌ها، یه سری تصاویر بهتون دادن و یه سری حروف زیر اون تصاویره. کاری که باید بکنید بدون نگاه کردن به تصاویر اول میای حروف مشترک اونها رو جدا میکنی. بعد حالا بین اون دوتا تصویری که حروف مشترک داره یه ویژگی مشترک انتخاب میکنی. بر اساس این ویژگی مشترک که پیدا کردی حالا میای رو تصاویر دیگه اون ویژگی مشترک رو آزمایش میکنی. میبینی که اون ویژگی مشترک آیا تو تصاویر دیگه جواب میده؟ اگه جواب داد پس اون ویژگی تو انتخاب کردی درسته. یه تو سوال اینو با من ببین. گفته به جای علامت سوال کدام گزینه را میتوان قرار داد؟ بچه‌ها من اصلا به تصاویر نگاه نمی کنم. میام چیکار میکنم؟ میام حروف رو با هم مقایسه میکنم، میبینم کدوم حروف مشترکه. بچه‌ها تو جفت اینا میبینم X مشترک. علاوه بر X دیگه حروف مشترکی نمیبینم. بچه‌ها جفت حروفی که X به کار رفته، یعنی جفت شکلی که X به کار رفته، چه ویژگی مشترکی توشون هست؟ خیلی واضحه دیگه، 4 ضلعیه. پس وقتی X به کار رفته جفت شکل 4 ضلعیه. پس حرف اول از اینجا میتونم نتیجه بگیرم که نشون دهنده نوع ضلعه. خب نوع شکله. نگاه کن الان. خب بعدی چی میشه؟ وای نشون دهنده مثلثه یا 3 ضلعی. Z نشون دهنده 6 ضلعیه. الان تو علامت سوال من چه شکلی به کار رفته؟ دوست گل من خیلی واضحه که مثلث به کار رفته دیگه. پس بر این اساس میشه حرف اولم وای. میام رد گزینه میکنم. گزینه‌ای که وای نیست و خط میزنم. 3 تا گزینه میمونه. حالا میام تو حرف دوم. یه چیزی که یادت باشه تو قسمت‌های قبل بهت گفتم، اونم چیه؟ فاصله بین این شکلاست. یادته چی بهت گفتم؟ گفتم فاصله این شکلا رو حتما بشمار. اولی چند تا فاصله داره؟ 3 تا. چه حرفی به کار رفته؟ C. دومی چند تا فاصله داره؟ 2 تا. چه حرفی به کار رفته؟ E. سومی چند تا فاصله داره؟ 4 تا. چه حرفی به کار رفته؟ D. بعدی چند تا فاصله داره؟ 5 تا. چه حرفی به کار رفته؟ E. پس میام تو شکلی که ازم خواسته تعداد فاصله رو میشمارم، میبینم 5 تاست. پس چه حرفی باید به کار بره؟ E. به همین آسونی جوابم میشه گزینه 3. خب فهمیدی چی کار کردم؟ قدم اول کارم این بود، میام حروف مشترک جدا میکنم. بعد حروف مشترک جدا کردم یه بین شکلای اون یه ویژگی مشترک پیدا میکنم. بعد میبینم اون ویژگی مشترکی که بین شکلا پیدا کردم آیا تو شکلای دیگه هم جواب میده؟ اگه جواب داد خب ویژگیم درسته، با رد گزینه به جواب درستم میرسم. بچه‌ها اینو بدونین، حذف حالتهای نامطلوب یکی از راهبردهای حل مسئله است. تو باید اینو تو ذهنت حتما داشته باشی. خب بیا جلوتر با من یه سوال دیگه حل کن. دوباره سوال اومده، گفته به جای کدام یک از گزینه‌های زیر، یعنی به جای کدام علامت سوال میتونی گزینه رو بذاری. نگاه کن الان من چی کار میکنم؟ میام حروف مشترک جدا میکنم. خب چه حرف مشترکی تو اینا داره؟ بچه‌ها یه آر اینجا دارم، یه آر اینجا دارم. خب مقایسه کنی میبینی که اون جایی که حرف اول آر به کار رفته شکل بالایی 6 ضلعیه و همین آسون. خب آقا حروف مشترک بعدی که میتونی به کار ببری چیه؟ اینجا اس دارم، اینجا اس دارم. اون جایی که اسه
باز هم شکل بالاییش ضرب داره. پس بر این اساس میگم که شکل بالاییم هر چی باشه من اونو انتخاب میکنم. الان چیه شکل بالایی؟ 6 سریه. پس حرفم چی باید باشه؟ آر باید باشه. پس بر این اساس هر چی اس خط میزنه، P و SQ هم خط میزنه. چه گزینه بود؟ یا RN یا RP. خب حرف دوم اون جایی که N به کار رفته چه مدلیه؟ یه نگاه کن. اون جایی که N به کار رفته مثل این، خب یا مثل این شکل، جفتشو مقایسه میکنم، میبینم که شکل سومش ضرب داره. آیا من تو علامت سوالم شکل سوم ضرب داره؟ نه رفیق، اصلا ضرب در نیست، 6 سلیه. پس RN نمیتونه باشه. پس بر این اساس RN هم خط میخوره. پس جوابم چی میشه؟ گزینه 5. همین آسون. خب دوست گل من، بیام قدم ها بنویسم برای حل سوال بعد از 2 تا سوال. قدم اول چی بود؟ حروف مشترک را جدا میکنم بدون نگاه کردن به شکل. قدم دوم چی بود؟ قدم دو، ویژگی یا رابطه مشترک بین اون 2 تا تصویری که انتخاب کردم یا پیدا کردم یا حروف مشترک داشتن پیدا میکنم. حالا میام میبینم اون ویژگی مشترک تو شکلای دیگه منم جواب میده. ویژگی مشترک در شکل‌های دیگر جواب میده. اگر جواب داد که من به جواب درست رسیدم، اگه جواب نداد میرم سراغ راه حل بعدی. اوکی. خب حالا برای اینکه مطلب برای جا بیفته یه مثال دیگه با من حل کن. اینجا رو نگاه کن. گفتم که به جای علامت سوال کدوم تصویر رو انتخاب. دوست قول من یه سری شکل بهت داده، یه علامت سوالم بودم. قدم اولم چی بود؟ آفرین. قدم اول من این بود که میای حروف مشترک رو جدا میکنی. الان چه حرف مشترکی بین اینا میبینی؟ خب معلومه دیگه رفیق من، F اینجا هست اینجا هم هست. اونجایی که F به کار رفته چه ویژگی مشترکی دو شکله؟ شکل به 2 قسمت تقسیم شده دیگه. خب باریکلا دمت گرم، شکل 2 تا قسمت. خب پس حرف اول نتیجه میگیرم نشون دهنده تعداد قسمت هست. همین ویژگی که الان پیدا کردم یا همین رابطه‌ای که الان پیدا کردم پا تختم می نویسم. حرف اول نشون دهنده چیه؟ تعداد قسمت ها. خب بچه‌ها الان تو شکل من 4 قسمته. خب 4 قسمت بعد چه حرفی به کار بره؟ خب معلومه دیگه الان دایره منم 4 قسمته. چه حرفی به کار رفته؟ آفرین ای. پس اینجا باید ای به کار بره. حالا حرف دوم به نظرتون نشون دهنده چی؟ به جز نوع شکل چیز دیگه ای تو شکل به کار رفته؟ نه والا. چی میشه؟ میشه نوع شکل. الان چه شکلی مثل شکل علامت سوال من 4 ضلعیه؟ تنها شکل 4 ضلعی این شکله. خب برای اصلا حرف دومش چیه؟ تیه. پس باید بشه ای تی. پس جواب منم میشه گزینه 1. به همین آسونی. ببین شاهکار حل سوالهای استدلال تحلیلی تو اینه که تو بتونی یه نتیجه گیری درست به دست بیاری. پس حواست به این باشه. نکاتی که دارم بهت میگم شاه کلید حل سوالهای استدلال تحلیلی. یعنی تو به راحتی میتونی تیزهوشانی بشی با حل این سوالا. بچه‌ها نگاه کنین کدگذاری ها و رمزگشایی ها یه سال در میون بعضی وقتا سوال آزمون تیزهوشان بوده.
پس همین الان تو این قسمت خوب یادش بگیر تا از پس سوالا بر یا ادامه. یه سوال دیگه، این دفعه هم دوباره کدگذاری و رمزگشایی دیگه. این جذاب لعنتی من باید چی کار میکردم براش؟ بعد این کارو میکردم، حرف های مشترک رو جدا میکردم. چه حروف مشترکی بین اینا هست میام جداش میکنم. بچه من اولین حروف مشترکی دارم آره. خب وقتی آر به کار رفته چه ویژگی مشترکی بین اینا میبینی؟ معلومه دیگه، یا فلش رو به بالاست و دومین ویژگی مشترک اینه که مثلث هم رنگش سیاه. خب چه حرف مشترک دیگه میتونی پیدا کنی؟ من میام نگاه میکنم میبینم به جز این حرف مشترک دیگه ای ندارم. خب اگه فلش رو به پایین باشه بعد چی باشه؟ بعد احتمالاً اس باشه دیگه، چون توی قسمت دوم من اس به کار رفت. علاوه بر این میبینم که آقا اونجایی که مثلا تی به کار رفته تو حرف سوم تی به کار رفته دایره بالاست مثلث پایینه. خب پس وقتی که مثلث بالا باشه دایره پایین باشه بعد چی به کار بره؟ بعد دبلیو به کار بره. نگاه کن اینجا رو، چون مثلث بالا دایره پایینه دبلیو به کار رفت، پس آخرش باید بشه اس دبلیو. کدوم گزینم اس دبلیو؟ گزینه شماره 1 حذف میشه، گزینه شماره 3 حذف میشه، گزینه شماره 4 حذف میشه. میمونه گزینه 2 و 5 که جفتش هم SW دارن. حالا برم سراغ ویژگی بعدی. بچه‌ها چی بهت گفتم؟ گفتم که فلش رو به پایین باشه بعد یه حرف مشترک داشته باشم. الان نگاه کن، فلش هم رو به بالاست، دایره هم بالای امه، فلش هم بازم رو به بالاست، مثلث بالای انه، ولی این دفعه فلش هم بعد رو به پایینه و دایره بالاه، پس پیه. پس من باید چی داشته باشم؟ اگه مثلث بالا باشه باید ان داشته باشم. پس جواب من میشه گزینه همین. یه سوال دیگه با من همراه باش تا بهت بگم هوش‌های تصویری فضایی جزو مهمترین سوالای آزمون تیسوشن. اینجا رو نگاه کن. تو برای حل این سوال چه ایده ای میزنی؟ گفتم دیگه میام حروف مشترک بین اینا جدا میکنم. چه حرف های مشترکی بین اینا میبینی؟ لامصب چه حرف مشترکی وجود داره؟ یه ب اینجا هست، اینجا ب هم دارم میبینم. چه ویژگی مشترکی بین این دوتا وجود داره؟ خیلی واضحه. چه ویژگی؟ یا مثلثمون سیاهه، همین ویژگی مشترک بیشتر نمیتونم بگم. مثلث هم سیاهه، پس اینجا مثلث من چیه؟ سفیده. بعد چی باشه؟ خب سی به کار رفته دیگه، پس منم باید تو سوالم سی به کار بره، تو مثلثم سفیده. نکته بعدی، غیر از این چه حرف مشترک دیگه ای داری؟ جی و جی. جی و جی چه ویژگی مشترکی بین جفت شکل وجود داره؟ نوع هاشون خوردگی. نگاه کن، هاشون خوردگیش راهه، پس بر این اساس تو شکل منم نوع هاشون خوردگیم همین جوریه، پس باید جی به کار. حالا نگاه کن، الان جی سی تو کدوم گزینه ها میبینی؟ فقط تو گزینه 2 داری میبینی. برای اینکه خیالم راحت بشه میام چی کار میکنم؟ میام این کارو میکنم، میام این حرف دوم چه ویژگی میتونه داشته باشه. من هاشون خوردگی ها رو گفتم، مدل رنگ شکل هم گفتم، پس بر این اساس باید جهتش رو در نظر بگیرم. الان نگاه کن، پی جهت این طرف میشه، کیو میشه جهت بالا، آر جهت راست میشه. الان شکل من جهتش بالاست، پس باید کیو باشه. به همین تو از پس یه سوال هوش و استدلال تحلیلی بر اومدی. بچه یکی از مهمترین سخت‌ترین قسمت‌های هوش استدلال تحلیلی مخصوصا هوش تصویری فضایی همین رمزگشایی است. خیلی‌ها با حلش مشکل دارن چون نمیتونن تو ذهنشون رابطه برقرار کنن. اگه یادت باشه
جلسه قبل چیزی که بهت گفتم خیلی جالب بود. چی بهت گفتم؟ گفتم یک کلمه خیلی بزرگ تو هوش اصلاح تحلیلی داریم به نام شتر. شتر حاصل 3 تا کلمه است. یا تو باید تو سوال شباهت پیدا کنی، یا باید تو سوال تفاوت پیدا کنی، یا باید تو سوال رابطه پیدا کنی. گفتم بعضی جا نیاز داره که شباهت پیدا کنه، بعضی جا نیاز داره که تفاوت پیدا کنم، بعضی جا نیاز دارم که رابطه پیدا کنم. پس این شتره هر جا بشینه میشه جواب سوال من. پس حواست به این مورد باشه. حالا 3 تا تست برات آوردم. تو این 3 تا تست میخوام محکت بزنم ببینم تو درسو خوب یاد گرفتی یا نه. پس همین الان با من قبل از این که من سوالا رو حل کنم خودت ویدیو رو استاپ کن و سوال حل کن و بعد به سوال حل سوال های من دقت. پس چی شد؟ قبل از این که من سوال حل کنم خودت ویدیو رو استاپ کن و بعد به حل سوال من دقت. نگاه کن اینجا رو. باز هم سوال رمزگشایی. اولین کاری که میکنم حروف مشترک رو من جدا میکنم. کدوم حرف مشترک وجود داره بچه‌ها؟ ام. خب الان چه ویژگی مشترکی وقتی ام به کار رفته دارم؟ چه ویژگی مشترکی میبینی؟ شکلم چیه؟ مثلثش خاکستری. پس باید غیر از ام باشه دیگه. غیر از ام باشه که داریم. بلا ماشاءالله 4 تا گزینه هم حرف اولش غیر از ام. پس طراح سوال ذهن من خونده بود تا اینجا. نکته بعدی، چه ویژگی مشترکی غیر از چه حرف مشترکی غیر از ام وجود داره؟ ان و ان. وقتی ان به کار رفته چیه؟ مثلث جلوی مربعه. خب الان بر این اساس تو شکل منم مثلث جلوی مربعه، پس باید بشه ا. نکته بعدی، غیر از این چه ویژگی مشترکی میتونی پیدا کنی؟ آقا نگاه کن اینجا او به کار رفته حرف سوم، اینجا او به کار رفته. تو جفت شکلی که او به کار رفته مربعم سفیده. مربع سفیده. پس بر این اساس وقتی مربع سفیده باید آخرش بشه او. پس این او باید تو گزینه آخرش رو پیدا کنم. کدوم گزینه این اوه؟ گزینه 2. حالا میخوام اثبات کنم که آقا حتما گزینه 2 درسته و من جوابی که پیدا کردم واقعا میتونه بهترین جواب باشه یا گزینه درست‌ترین جواب باشه. خب من یه چیز دیگه هم باید پیدا کنم. یادت بهت گفتم حرف اولش متفاوته. خب الان من گفتم آقا مثلث باید سیاه باشه، پس سیاه باید اس باشه. اصلا این که ندارم، پس گزینه 4 هم حذف میشه. همین آسون. بچه‌ها حواستون به این باشه که برای حل سوال‌های اصلاح تحلیلی تو نیاز به قلق یا تکنیک حل سوالاش داری. نگاه کن چی دارم بهت میگم رفیق. این نکته حل سوال‌های اصلاح تحلیلی. کلمه شتر رو بلد باشی تمام سوالا رو از پسش در میاری. پس همین الان تو ذهنت این کلمه رو جا بنداز. ببین چند دفعه دارم این کلمه رو برات تأکید میکنم به خاطر اهمیتش. و نکته بعدی هم این که گفتم سوال رمزگشایی ها دیدی یه سره نرو سراغ تصویرش. اگه داری غلط حل میکنی دلیل اصلیش اینه که یه سره میری سراغ تصویرها. اول حروف مشترک رو جدا کن مثل من، بعد برو سراغ تصویر. بعد بر اساس حروف مشترک ویژگی های مشترک رو جدا کن. این قلق حل سواله. الان بیا اینجا سوال 2 رو نگاه کن. سوال 2 چه حرف های مشترکی داری میبینی؟ چه حرف های مشترکی ما داریم؟ خب خیلی واضحه. نگاه کن اینجا بی دارم، اینجا بی دارم. جفت شکلی که بی هست چه ویژگی مشترکی وجود داره؟ جفت شکلی که بی هست دایره است. پس حرف اول نشون دهنده نوع شکله. الان نگاه کن اینجایی که A هست من آزمایش میکنم جفتشون مربع. پس من شکلم مثلثه. بعد چه حرف مشترکی باشه؟ خیلی واضحه. دمت گرم. باید C باشه. خب پس گزینه هایی که غیر از C رو حذفش میکنه. یعنی گزینه 4 حذف،
گزینه 2 هست، گزینه 1 هم هست، میمونه گزینه 3 و 5. حالا به این طرف حرف دوم پس نشون دهنده باید حاشیه خوردگی ها باشه. حاشیه خوردگی سیاه باشه میشه x، حالدار باشه میشه y. امتحان میکنم ببینم هر جایی که y به کار رفته حاشیه خوردگی هم خال داره. راه افقی باشه میشه z. پس تو شکل من حاشیه خوردگیم چیه؟ آفرین، حاشیه خوردگیم راه افقیه که باید c z جواب درست. پس جواب میشه گزینه شماره 5. دیدی چی کار کردم؟ من دقیقا دارم میام مقایسه میکنم شکل‌ها رو. تو هم باید همین کارو کنی، دونه دونه شکل‌ها رو با هم مقایسهش کن. یه سوال 3 به عنوان آخرین سوال من بهش دقت کن. سوال 3 یه سوال یه ذره چالشیه، تو باید خیلی دقت کنیش. من چی کار کردم تو قسمت‌های قبلی، تو حل سوال‌های قبلی؟ کاری کردم این بود، حروف مشترک رو جدا کردم. الان من دقیقاً همون کارو میکنم، میام حروف مشترک رو جدا میکنم. اون شکلایی که این به کار رفته چه ویژگی مشترکی داره؟ خب معلومه دیگه، پاپیونش به سمت بالاست. آفرین، پاپیون به سمت بالاست. حالا میام اینو توی شکل‌های دیگه هم تعمیم میدم یا نگاه میکنم ببینم این ویژگی که من پیدا کردم درسته. الان ام و ام هم یه ویژگی مشترک دارن. ببینید پاپیونش به سمت راسته، پس پاپیون هم بالا باشه باید بشه چی؟ باید بشه ام. پس تو سوال منم پاپیون به سمت بالاه، پس باید بشه ام. پس گزینه‌هایی که ان نیست رو حذف میکنم. 2 حذف شد، 1 حذف شد، 5 حذف شد. 2 تا گزینه موند، 3 و 4. حالا بیا ویژگی بعدی رو پیدا کن. میام حروف مشترک باز پیدا میکنم. بچه‌ها Z وقتی که Z به کار رفته چه ویژگی مشترکی داره میبینیم؟ 2 تا خط روبروی همه. پس Z به کار رفته 2 تا خط روبروی همه. پس اگه روبروی هم باشن یعنی بالا و پایینم، بهتره اینطوری بگم، بالا و پایین پاپیونم. ولی نگاه کن، خط به صورت عمودی باشه میشه y، خط تو پهلوها باشه چی میشه؟ میشه x. الان خط من چه جوریه؟ تو پهلوهاست، پس باید x بشه. پس جوابم میشه گزینه 4. به همین آسونی. دیدی چی کار کردم؟ طراح سوال یه تست چالشی داده بود، من باید به بالا و پایین شکل دقت میکردم و به پهلوها هم دقت میکردم. این تکنیک حل سوالش. دوست گل من، قطعاً با حل این سوالا میتونی بهترین راهو برای خود انتخاب کنی. تیسوشانی شدن و تیسوشانی فکر کردن یک تفکره. امیدوارم که از حل سوالا لذت برده باشی. برات آرزوی موفقیت.